امروز که مؤسسه بابا رو ثبت کردیم، مؤسسه چرخ حیات با برند من و پدرم، اومدم هارمونی اینا که حالا کتابایی که یه سری هدیه است، ولی کتابایی که خیلیش توی اون مؤسسه قرار ازش خوانده بشه با حضور ارزش آفرینان ایران تو محل مغازه قدیمی پدرم، چون که من ارزش رو از ایشون یاد گرفتم به صورت ژنتیکی و اکتسابی و اون به من ارزشمند بودن رو اولویت کرد قبل از پولدار بودن. برای همین که اومدم توی برندی که کلاً تفکرش، خلقتش از ارزش آفرینی، ارزشمندی، معماری پایدار و مجموعی از هنرمندان و ارزش آفرینان و ارزشمندان. با تشکر ویژه از آقای رحیمی، خودشون نیستن الان، ولی مجموعه هارمونی سنتر ارزش